سلام بچه، چطوری؟ خیلی خوش اومدیم ویدیو دیگه. بچه امروز براتون شوردم. ببین اصلا مشتی، ببین یه چیز ناب، اصلا خفن. تازه از همون بادم بیرون، ما هم خیس هنوز خوش نشده حاجی. ای بابا. خب حالا این بسا رو بدش کن. ببین اووردم برات بازی راست. آره راست. خب بریم. ببینید برای دانلودش میرید تو فروشگاه پلی که دیگه رفع تحریم شد و بنازم به به. میزنیم قسمت جستجو مینویسیم. اسمشو یادم رفت حاجی، یه لحظه بذار ببینم اسمشو. این بازیه. ببینید بچه این بازی خیلی خفن ترین بازی توی به نظر من خفن ترینه. جست سورویوال. حالا میذاریم اینجا جست. خب جای کجایی؟ جست سورویوال. خب وقتی اینو سرچ کردید اینجا یه دونه چیز میاد. اینجا یه دونه چیز میاد که چیز میاد دیگه. آره دیگه چیز میاد. چی میگم خدایا. اینجا روی میزنید و دانلودش میکنید. حالا من برسانی میخواد و ریدم چیکار کنم؟ بچه من یه لحظه ویدیو رو کات میکنم، بذار برم برسانیش کنم، بعدش میایم با هم دیگه بازی میکنیم این بازی ها. یوهو. بذار من برم کات کنم. خب بچه داره برسانی میشه. راستی اینو میخواستم بهتون بگم که از مارکت دانلود نکنید. از اینجا گوگل پیدا کن، از مارکت دانلود کنید. 400 میگ میشه، 300 میگ پارتون میکنه اصلا. ولشون نگم براتون، اصلا خیلی بده دیگه. ببینید چقدر 21 میگابایت بیشتر نبود و ساعت شد تمام شد رفت. خب الان چیکار میکنیم بچه ها؟ خب الان میریم تو بازی. ببینید من اول وارد شدم فیلدشکن، فکر کنم فیلدشکن مهسا رو میخوایم که مهسا رو میرید توی گوگل پلی سرچ کنید مهسا و میارید دانلودش کنید. همین. بعدش حالا میرید توش. خب یه مقدار طول میده، یه مقدار خستمون میکنه. حالا روزو خستمون کنه. خب ببینید الان تو اینجا تنظیمات داریم و کلی چیز میزا داریم. حالا این چی شد؟ وات؟ نه هیچ. تنظیمات داریم و اینجا گرافیک و فلان و بیسال. آره من به آخرین گرافیک بذارم گوشیم میترکه. خب بریم تو قسمت پلیش. یه حاجی این قسمت هم باز شده واسه من. حالا ولش کن. میزنیم تو مای. یادم رفت ندیدم چی بود، فقط رو همون زدم. بعد گرافیکشو بهتون نشون بدم و خفنیشو بهتون نشون بدم. اصلا خیلی باحاله. یه بازی دیگه مثلش راست که اون خدای چی بود اسمش؟ فکر کنم سورویوال بود. اون یادم نیست. شبه که حاجی اصلا کیفیت رو نگاه، داره داد میزنه من عالیم. وای ببین اصلا سوسیسیه. ای بابا چه صبح پس نمیشه. من عجب بدبختیم. این چیه؟ نیده بودم. حاجی این چیه؟ من خونه نست. حالا ولش کن، نداره. من گرافیک رو ببین تو داد میزنی که الان من چیزی نداره. چرا هیچی انقدر لایک شده این گرافیکو ببین. خدا ببین. گرافیک خدا داره میرینه گوشیم، داره میهنگه. بذار من گرافیکش که میارم پایین. من خدا هنگ کرد.
خب بچه ها ببینید، من بیارم پایین ترین کیفیت، گوشیم الان میترکه. خب ببینید الان اینجا گرافیکشو خدا دیگه نیست دیگه الان، ولی گرافیکتون اگه گوشیتون خیلی خفن باشه گرافیکش میشه خدا. خدا که خدا بالا سن و خدا بیشتر نداره، گنده چی بزرگتر از اینه. این الان ای بابا. خب بچه همین بود دیگه، این از این بازی بود و این خفن بود دیگه. خدای خفن نبود، لایک نداره، خدایی یه کامنت درست حسابی یه دنبال کردن نداره. منو بدبخت دنبال کنی. الکی گفتم بابا، فقط ببینی واسه من خیلی خوبه. فقط تو ببین، لایک کن، اگه عشقت کشید دنبالم کن. ویدیو خفنی میذارم، اصلا ویدیو خفن. راستی کانال علی کامیکس هم برو دنبال کن که اون علی کامیکس دیگه، اونو برو دنبالش کن، حتما اونم دنبالش کنی. یا اونو دنبالش کنی، نباید منو دنبالش کنی، دنبالم کنی. چی میگم؟ دنبالم کنی، دنبالش کن. منم رد دادم بابا، حاجی این دیگه نمیاد. ناب دیگه بچه دیدین این گرافیکشو دیدین دیگه. آره دیگه. راستی اگرم میخواستیم پارت دوم اینم بذارم، میذارم دیگه. پارت دوم لانگ درافم براتون میذارم و دیگه بازی جنگیری هم اگه خواستیم برای موبایل و بهتون دارم میبینم اگر هم جنگیری هم که خواستیم براتون میذارم و دیگه. راستی ها سلام از من دیگه اینم دیگه میاد تو ویدیوم. آج این خیلی آره، این دیگه میاد تو ویدیوم. بگو خدافظ. خب اینم گفت خدافظ. بچه ها دیگه کار نداریم، من خدا نگهدار تا ویدیو بعدی. کاچ